الله گفتم میبخشم. هر گناهی که کرده باشه او امید بخشش هست، ولی گفتم مشرک نمیبخشم. کسی که الله میگه شفا دهنده من، روزی دهنده من، حیات من به تو دادم، ممات من به تو میدم، بهشت من به تو آماده کردم، خلاصه تمام زندگی و خوبی ها من به تو دادم، حالی تو بری پیش یک چوبی گریه کنی که من شفا بده؟ میگه تو هرگز نمیبخشم. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. همین که در روضه جمع میشوند، در یک جایی که جمع میشن، سوتر میگین، تیاخ بالا میگین یا جنده را که میگین، همین که بالا کرده میشه، آیا امور جنبه شرعی میتن یا نمیتن؟ بلکه از بابای ما مانده، از اجداد ما مانده، از نیاکان ما مانده. اگر دنبال بابا و اجداد هستی، دنبال تاریخ قبلی هستی، برو اول چرا از فرعون تقلید نمی کنی؟ من نمیدانم که چرا این از کجا شد. حالا جنده بالا می شود، حالا کشک و دروغ، این طرف کشک این طرف، یعنی چی دلایل سرش داشته؟ یه دفعه مرقد رسول الله میره بالا نکنیم، از او که خلاص میشه این دیمندهی هم بالا میکنه. اینجا چی گپ است؟ ایجان بلندش میکنه. در کدام کتاب حنفی ها وجود داره یا امام ابو حنیفه یا شاگردایش یا در کتابش گفته که روز نوروز جنده در سر قبر علی رضی الله بالا شود، ولو که در کوفه عراق در اصل قبرش باشه؟ پیدا کرده میتونن؟ سند داده میتونن؟ این خرافات از کجا پیدا شده؟ این دین تحریف کرده رویستن. در مزار شریف اگر حضرت علی وجود دارن، والله اعلم، بناهن در اونجی به نام حضرت علی جنده‌ای که بالا میشه خلاف شر، خلاف دستورات اسلام، خلاف مقررات اسلامی. هر انسانی که در اونجی شرکت میکنه، به نیت ازی شرکت کنه، یکی تبرک در اونجی کور شفا پیدا میکنه، ابرص شفا پیدا میکنه، او بالاخره مشکل گشا و حاجت روای او انسان مسلمان رفته و کافر و مشرک برگشته. تو خود امروز خود را اهل معاصر میدانی، اهل دانش میدانی، اهل فضل و کرم میدانی. جوان عزیزم، تو خود را اهل خبره میدانی، تو خود را اهل روشن فکران میدانی، تو خود را امروز بالاخره سیاست مدار میدانی. عزیز من، چرا خیلی از 6000 سال قبل تقلید میکنی؟ از زمان جاهلیت چرا تقلید میکنی؟ از خدا بترسین، از برای خدا. به سنت رسول الله برای شما خیر است. اتباع در دین بکنین، بدعت نکنین. حالا میگه اگه ای تو کمک کشا باز حکومت چپا میشه. چی حالتی است؟ ما عملا میبینیم. یکی از برادرها بر ما آمد میگه 2.5 لک روپیه مصرف کردیم که میچی را ملما دادم و 3 لک روپیه دیگر رشوت دادم که تانستم میره بیرون. این از برای خدا چرا؟ این از کجا یافتی؟ چرا این رقم کار میکنی؟ آیا این را بگم که صحیح است؟ این را بگم جواز داره؟ مازی آخوند پرسان میکنم که از خدا حیایت نمی آید؟ الله خود پرسانت میکنه که اونجا چی حال است؟ تو جواز داده برو باز در روز قبرت باز بگیر. ملا همون جوازر نمی باشه، لنگی سفید همون جوازر نمی باشه. خدا که سادات و نسبداری پیغمبر علیه السلام شمار میکنه، میراثخوری همین طور گپای خرافات همیا نیست. کیست؟ به نام ایشان و به نام سادات و به نام فلان و فلان آخونزاده و میازاده، کل خرافات و سحر و جادو و نعوذ بالله شرک. همین مردم که خدا منصوب به نسبای پاک میکنه، همیا نمیکنه. از کجا سند داره، دلیل داره؟ اول قبری علی رضی الله عنه ثابت کنه که در مزار است. کس مرد باشه ثابت کنه قبر. این قبر بالکل قبر، همینجا قبر. آیا در سری قبر چی میشه؟ وقتی که اگر قرآن را باز بکنیم بگیم فلان مسئله را قرآن ثابت کرده، فلان مسئله در حدیث ثابت است، فلان مسئله از صحابه ثابت است، اول استاده میشه جوان مسلمانی ما هست، میگه ولی 14 سال قبل را بگذار، از این زمان پیروی بکو. از این زمان که پیروی میکنی، چرا خیلی عید مشرکینی که از 5000 سال قبل هم اگر پیش بگوییم از اون زمان باقی مانده پیروی میکنی؟ این نشانی کی است؟ شما در اینترنت سعی کنی
این نشان بت پرستاست. دیدی شب جنده بالا کردن از ماره، بلکه در حقیقت نشان نعوذ بالله آله تناسلی را که عبادت بکن از اونم واسطه. برید ببینید. خب امروز اگر ما این گپ بزنیم دستی میگه سیکو آلی ما را تشبیه به این داده. ما شما را تشبیه ندادیم، شما کاری را میکنی که خود مشابه از ما میسازی. ما نمیدیم تشبیه، خودتون اگر در اسلامی سند داره برای ما پیش کنه، اگر نداره از کجا گرفته؟ برای خدا شما یک بار فکر بکنه، بس تو بسته میشه رفتن از جایه، امروز در فلانه جا جنده بالا میشه، صبح دیگه جا بالا میشه، دیگه جا بالا میشه. چی حال است؟ این دین است؟ اگر دین است خب پسند بکنن صحابه، تابعین، تبع تابعین. دین خو از اوجا گرفته میشه، دین خو از ما گرفته نمیشه. یکی اوجا برین. ولی ما این کار را یا دینی کردیم یا رواج است. شما بگین خود دین است، به شکل که بری خود دین است. پس دین شما چی را میگوید؟ این مشکل ماست و باید حل شود. باز خودشان میگن که والله مردم در فضا بالا شده، مردم در قمر رفته، مردم در سیارات رفته، مردم در فلان جای رفته، مردم در قبر رفته، مردم در فلان گور رفته. بیا ملاها امروز تنها همون منبر و چند دانه کتابی که دار همونا را محکم گرفته. خب ما هم خوب هستیم که 14 سال قبل به این طرح محکم گرفتیم، تو خو از 5000 سال قبل را عزیز محکم گرفته ای. حالا ما کونه بیخ شدیم یا خود تو کونه بیخ شدی؟ از کدام دین گرفته؟ خب حتما از یک جای گرفته. در کجا است؟ او را روز خاص کو، روزم در روزی که زردشتی ها او روز معظم میداره و قابل قدر میداره، امو روزه. این در کدام کتاب است؟ یک خدایی نیست که 4 دانه عالم و مولا در اونجا موجود باشه. ما باور ندارم که حضرت علی کرم الله وجهه در مزار است. تو فکر بکنید که است. وقتی که است مست تو پرسان میکنن تو با شجاعترین انسان و مردترین انسان در اوجا زنای فاحشه را میاری میرقصانی. بعد از او کاری خوب کردم. استغفرالله. شما فکر بکن چطور آسمان پایین نشود در جوار مرقدشی گپاره شروع، این فجایع و رسوایی را شروع. دین چی را میگه؟ عقل کجا رفته؟ این عقل که الله بر ما داده روان است همینطور؟ امعه بی دلیل و بی سند ما واری روان باشیم؟ الله بر ما استعداد داده. الله که در جهنم میبره کسانی را میبره که وسایل داده شدگی الله را استفاده نمیکنه. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها. الله برات قلب داده، چرا از فقاهت کار نمیگیری از عقل؟ ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم اعین لا يبصرون بها. چشم الله برات داده، گوش الله برات داده، خود نمیدانی به یک عالم حق پرست گوش میگی؟